دوستان عزیز سلام، به چنل پرستار شو خیلی خوش اومدین. این آموزش در رابطه با تزریقات وریدی هستش. به وسایلی که برای تزریق وریدی نیاز داریم خود دارویی هستش که داخل آمپول هستش. البته این آمپول مناسب تزریق وریدی نیستش، ولی من الان توی آموزش براتون آوردم. یک عدد سرنگ، پنبه الکلی و الکل و یا پد الکلی. حالا میریم برای آماده سازیش که به چه صورت تزریق وریدی انجام میشه. برای انجام تزریق وریدی همونطور که روش شکستن آمپول و باز کردن سرنگ و کشیدن دارو از سرنگ توی اولین ویدیوی چنلم براتون قرار دادم، اگر که اون آموزش رو ندیدید حتما برید ببینید، چون داخل اون 0 تا 100 رو براتون توضیح دادم. الان میخوایم بریم سراغ تزریق وریدیمون. برای انجام تزریق وریدی الان من این دستی که در اختیار دارم رو توجه بکنید. خب من ناحیه پشت چین آرنجم به این سمت 4 انگشت بالاتر گارو رو میبندم. 4 انگشت بالاتر از چین آرنج گارو رو میبندم. وقتی که گارو رو محکم کردم سعی میکنم رگ ها خودشون رو نشون بدن. وقتی رگ مورد نظر رو پیدا کردم، نحوه رگ گیری هم در کلیپ های آموزشی قبلی بهتون آموزش دادم. باز هم اگر مشکل دارید برید ببینید، کاملا متوجه میشید. حالا میخوام تزریق وریدی ما انجام بدم. اولین کاری که انجام میدم، حالا میخوام تزریقم رو انجام بدم. بعد از اینکه هواگیری رو انجام دادم و کامل هواگیری شد، نحوه هواگیری هم بهتون قبلا آموزش داده بودم، از طرف نوک نیدلم، نوک تیزی نیدلم باید به سمت رگ باشه. تحت زاویه 15 درجه وارد رگ میکنم. بعد از اینکه اولین علامت خون رو اینجا دیدم، باز هم اگر شک داشتم یه مقدار خیلی کمی آسپیره کنم، خون میاد داخل سرنگم. مشکلی نداره، شما میتونید بازم تزریق رو انجام بدید. خب به آرامی بچه ها، خیلی آرام من تزریقم رو انجام میدم. توی تزریق وریدی حتما باید تزریق به صورت بسیار آرام انجام بشه، چون واقعا کار ریسکی هستش. هیچ وقت هم در منزل انجام ندید. بعدش هم پنبه‌مو رو گذاشتم و سرنگ رو کشیدم بیرون. سرنگ رو تا کجا وارد میکنم؟ تقریبا تا اینجا، تا نصفم نه ها، از نصف کمتر وارد رگ میشه سرنگتون. پس توجه کنید سرنگ از نصف کمتر وارد رگتون میشه. این شد تزریق وریدی. دوستای عزیزم، اگر این آموزش رو دوست داشتید حتما برام کامنت بذارید و اینکه چنل منو سابسکرایب کنید و من رو به دوستاتونم معرفی کنید. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.